نتیجه خوبی میدونیم. واقعا کسی که چنین کار میکند خدمتی بزرگی برای ملت کرده است. تاجیکان در دنیا، در پیشرفت تمدن دنیا، در همه جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دنیا از قدیم الایام سهم خیلی بزرگی داشتند و این را در جهان هم دوستان و هم دشمنان اعتراف میکنند. شکر که بعد 5 سال رویاروی‌هایی که در بین تاجیکان شد، چون نیتی اصلی این از هر دو جانب هم همین نجات ملت و کشور و احیای سنت‌های ملی بود، این آهسته آهسته اینها را آورد به همون نقطه‌ای که هر دو می‌خواستند رساند و امروز تاجیک‌ها تونستند که به هم دوست شوند، همدیگر را ببخشند، همدیگر را بشناسند و که یک کشوری به نام تاجیکستان را پرزور کنند، قوی کنند، یا ملتی به نام تاجیکان را براش استقلالیت بدهند، آزادی بدهند و بخت و سعادت را براش هدیه کنند. باوری دارم که دیگر تاجیک هایی که در دیگر مناطق هستند و در اثر جنگ های بیگانگان کشور خود را ترک کردند و در اقصا نقاط جهان پراکنده شدند، اونها هم ما را دستگیری خواهند کرد، اونها هم ما را کمک خواهند کرد تا این کشورشون را همه با هم یک جای با وحدت و یک پرچگی آباد بسازیم و ما هم تمام مهاجرینی که اجباراً وطن خود را ترک کردند و در اقطار مختلف دنیا پریشان شدن، از آنها دعوت میکنیم که همه برگردیم و همه با هم با یک آزادی و با یک استقلال و با یک خوشبختی در کشور خودمان زندگی کنیم و بتوانیم که دست به دست هم بدهیم و کشور را از این عقب ماندگی نجات بدهیم. اگر واقعا ما از لحاظ فرهنگی هم اگر سعی کنیم، ما از دیگرها در فرصت خیلی کوتاه پیش قدم میشیم. از نگاه اقتصادی هم میتونیم خود را در مدت کوتاه نجات بدهیم. کشوری ما همه چیز داره، یعنی منبع یا که خزینه همه تمدن یا که اقتصاد و فرهنگ در این کشور موجود است. تنها یک چیز نداشت که اون وحدت ملی است. اگر ما این وحدت ملی را ایجاد کنیم که انشاءالله پدیده هاش معلوم شده است و امروز عقل سالم غالب آمده است و همه از اسب جهل فرود آمدن و کوشش دارند تا اینکه ملت را نجات بدهند. من باوری دارم که در سالهای خیلی نزدیک کشوری ما یک کشوری نمایان از همه نگاه خواهد شد و ملت ما ملتی از همه با آبروتر، خوشبختتر و مترقیتر خواهد بود. حادثه فاجعه بار سالهای آخر تاجیکستان، استاد سخن، نویسنده ممتاز ساتم اولوغزاده را نیز دنبالگیر شد. او چند سال آخر حیات خود را در شهر مسکو گذرانید. دوری از وطن عزیز، یاد یار و دوستان استاد را باز هم ضعیف و ناتوان گرداند. چند روز قبل از پدرود با زندگی ما را امکان دست داد که سر بالین او باشیم.
به تپیدنهای قلب او گوش دهیم. از وطن بابایی او چست زیبا منظر یاد کنیم. باور نمی کردیم که این ملاقات ما آخرین ملاقات با این مرد سالار و فاضل باشد. این نوارها برای ما خیلی عزیزند، زیرا لحظه های آخر حیات مرد سخنور، گوینده بی همتای تاریخ تاجیکان، چهره گرم و نورانی ساتیم اولوغزاده در آن تجسم یافته است. استاد اولوغزاده چون پیر مددگار دست دعا برداشت و ما را برای دورادور به جستجوی هموطنان و همملتان پریشان گسیلاند. ما با پدر بزرگوار خیرباد گفتیم، ولی ندانستیم که این خواهش آخرین او وصیت بوده است. استقلالیت نومیوه است که در آب و خاک موافق و باد و هوای مطابق ریشه دوانده تحت سرپرستی و غمخواری باغبان کاردان و مهربان شاخ و برگ و بر می دهد. برای سرور دولت تاجیکان، رئیس انجمن تاجیکان جهان امام علی رحمانوف، تقدیر جامعه قسمت تاجیکان پریشان و پراکنده بی تفاوت نیست. از این لحاظ به کدام کشوری سفر کند، کدام بازدید دولتی و رسمی را انجام دهد، از تاجیکان ترک وطن کرده جویا می شود. برای این مرد صلح‌خواه و وطن دوست، ملاقات و واخوری ها با هم ملتانش یک عالم ارزش دارد. از روی بعضی معلومات ها احتمال می رود که 50,000 تاجیکان در کشور عربستان سعودی اقامت دارند. وقتی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف مهمان این مملکت بزرگ عرب بود، همدیاران ما بهر ملاقات با او از چندین هزار کیلومترها به شهر مدینه شتافتند تا در سیمای این فرزند دیار تاجیک تاجیکستان را ببینند، به صدای دل هموطنان خیش گوش دهند. آخر آنها را چقدر سالها و چقدر راهها از وطن بابایی دور افکنده. عجب تقدیر و قسمت‌های پیچیده دارند هموطنان ما. کس می‌خواهد ساعتها به قصه دل آنها گوش دهد، از هر یک سخن، از گفتار وطن دوستانه آنها معنی‌ها بردارد.
از بخار افغانستان گذشتیم، از افغانستان اینجا آمدیم، اصل بخاری هستیم، آدمای تاجیک هستیم، زبانم تاجیک، پسرایم هم همین زبان تاجیکی را میداند. خدا تاجیکستان برقرار کند، اتفاق شوند. ما همیشه در این آرزو بودیم که چی وقت دولت تاجیکستان و رئیس جمهور تاجیکستان میاد و با خادم الحرمین شریفین یک جای می نشینند و خادم الحرمین شریفین امروز الحمدلله خداوند همیشه از همه بالا اونا را نگاه بداره که در دنیا در هیچ نقطه‌ای نیست که دستی از اونا نرسیده باشه و در هیچ میدان نیست که استشارات یا مشوره های نیک از اونا رسیده باشه و در هیچ میدان نیست که داعین برای اصلاح و دعوت مسلمان ها در هیچ نقطه‌ای نیست که نرسیده باشه. ما فرداً شخصاً اولاد تاجیک هستیم به همه معلوم است، لکن در همین مملکت عربستان سعودی درسی و اصلاح دانشگاه را خوانده خلاص کردیم. همینجا مصارف ما را همه اینها میدادند و عین شکل بسطها افراد مسلمان های دنیا امروز در اینجا درس میخوانند. و میری هم نفهمیدیم هرگز که دنیا بازی طفلانه کیست و دیری کعبه کارت چیست بیدل اگر دانی که دل ویرانه کیست انه علیم بذات الصدور. دل شکستگان را و آن کسانی که آواره و بیچاره و از کاشانه و خانهشان جدا شده هستند، همگی آنها را نهایت عاجلتر تسلا نموده دل آنها را به خود جلب و خوشی آنها را نهایت از همه ضرورتر خواسته باشید که تا در آینده انشالله ترقی تعالی مملکت تاجیکستان به سعادت محترم شماست. سعادت نصیب شما، انشالله سعادت نصیب شماست. ترقی تعالی مملکت به دوش شماست. انشالله از اسم شما پیداست شما یگانه نفری مقدس مکرم مبارک تاجیکستان خواهید شد. هفتاد و 75 سال قبل برادران سید عالم 18 ساله، سید اکابر 12 ساله و خواهر آنها بیبی عالمه از دهکده لنگر مومن آباد به خاک افغانستان رسیدند. سالها گذشتند. امر تقدیر آنها را از افغانستان به عربستان سعودی آورد. عشق وطن، مهر دیار بابایی در دل آنها طغیان می‌کرد. انا همین مهر و محبت پسر سید اکابر پیرانسال را که هنوز سال 1920 تاجیکستان را ترک گفته بود از شهر مدینه منوره به تاجیکستان آورد. پسر سید اکابر سید ملا عظیم از عربستان سعودی تا به مومن آباد تاجیکستان راه پیمود تا به دیدار پیوندان خیش برسد. مردم دیهه لنگر به استقبالش برآمدند. دلها مالامال هیجان و شادی. سید ملا عظیم پیوندان خیش را با آغوش می گرفت و گریه گلوگیرش بود. به چهره های شناس و ناشناس ولی عزیز و دلجوی می نگریست و دل لبریز مهر می گشت. مهر وطن پدری، عشق این زمین و کوه و دامن او را فرا گرفته.
سید ملا عظیم تربیه پدر باسواد خیش را گرفته است. در دانشگاه مدینه از لغات عربی